این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست. یگان جا به وطن خود آدم نمی براید. هزار هم که زیبا باشد حتی دبی باشد. و اگر فکرت را به درختان بهشتی مشغول داری که شاخه‌هایشان همواره به هم می‌خورند و ریشه‌های آن در توده‌های مشک پنهان و در ساحل جویباران بهشت قرار گرفته آبیاری می‌گردند و خوشه‌هایی از لؤلؤ آبدار به شاخه‌های کوچک و بزرگ درختان آویخته و میوه‌های گوناگونی که از درون غلاف‌ها و پوشش‌ها سر بیرون کردند سرگردان و حیرت زده می‌گردی. شاخه‌های پرمیوه بهشت که بدون زحمتی خم شده در دسترس قرار گیرند تا چیننده آن هرگاه که خواهد برچیند. مهمانداران بهشت گرد ساکنان آن و پیرامون کاخهایشان در گردشند و آنان را با عسلهای پاکیزه و شرابهای گوارا پذیرایی کنند. آنها کسانی هستند که همواره از کرامت الهی بهره‌مندند تا آنگاه که در سرای ثابت خویش فرود آیند و از نقل و انتقال سفرها آسوده گردند. ای شنونده، اگر دل خود را به منظرهای زیبایی که در بهشت به آن میرسی مشغول داری، روح تو با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد و از این مجلس من با شتاب به همسایگی اهل قبور خواهی شتافت. خداوند با لطف خود من و شما را از کسانی قرار دهد که با دل و جان برای رسیدن به جایگاه نیکان تلاش می‌کنند. سوره مبارکه قاف.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. قاف. سوگند به قرآن مجید که قیامت و رستاخیز حق است. آنها تعجب کردند که پیامبری انذارگر از میان خودشان آمده و کافران گفتند این چیز عجیبی است. آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره به زندگی باز می‌گردیم؟ این بازگشتی بعید است، ولی ما می‌دانیم آنچه را زمین از بدن آنها می‌کاهد و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است. آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند. از این رو پیوسته در کار پراکنده خود متحیرند. آیا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده ایم و چگونه آن را به وسیله ستارگان زینت بخشیده ایم و هیچ شکاف و شکستی در آن نیست؟ و زمین را گسترش دادیم و در آن کوه‌های عظیم و استوار افکندیم و از هر نوع گیاه بهجت انگیز در آن رویاندیم تا وسیله بینایی و یادآوری برای هر بنده توبه‌کاری باشد. و از آسمان آبی پر برکت نازل کردیم و به وسیله آن باغ‌ها و دانه‌هایی که درو می‌کنند رویاندیم و نخل‌های بلند قامت که میوه‌های متراکم دارند. همه اینها برای روزی بخشیدن به بندگان است و به وسیله باران سرزمین مرده را زنده کردیم. آری، زنده شدن مردگان نیز همین گونه است. پیش از آنان قوم نوح و اصحاب الرس و قوم ثمود پیامبرانشان را تکذیب کردند. و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط. و اصحاب ایکه قوم شعیب و قوم تبع. هر یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب درباره آنان تحقق یافت. آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم که قادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم؟ ولی آنها با این همه دلایل روشن باز در آفرینش جدید تردید دارند. ما انسان را آفریدیم و وسوسه‌های نفس او را می‌دانیم و ما به او از رگ قلبش نزدیکتریم. به خاطر بیاورید هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که همراه انسانند اعمال او را دریافت می‌دارند. انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه همان دم فرشته‌ای مراقب و آماده برای ضبط آن است و سرانجام مرگ حقیقت را پیش چشم او می آورد
و به او گفته می شود این همان چیزی است که تو از آن می گریختی. و در صور دمیده می شود. آن روز روز تحقق وعده وحشتناک است. هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او حرکت دهنده و گواهی است. به او خطاب می شود تو از این صحنه و دادگاه بزرگ غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم. و امروز چشمت کاملا تیزبین است. فرشته همنشین او میگوید این نامه اعمال اوست که نزد من حاضر و آماده است. خداوند فرمان میدهد هر کافر متکبر لجوج را در جهنم افکنید. آن کسی که به شدت مانع خیر و متجاوز و در شک و تردید است، حتی دیگران را به تردید می‌افکند، همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده، آری او را در عذاب شدید بیفکنید. و همنشینش از شیاطین میگوید پروردگارا من او را به طغیان وا نداشتم، لکن او خود در گمراهی دور و درازی بود. خداوند میگوید نزد من جدال و مخاصمه نکنید، من پیشتر به شما هشدار دادم و اتمام حجت کردم. سخن من تغییر ناپذیر است و من هرگز به بندگان ستم نخواهم کرد. به خاطر بیاورید روزی را که به جهنم میگوییم آیا پر شده ای؟ و او میگوید آیا افزون بر این هم هست؟ در آن روز بهشت را به پرهیزگاران نزدیک می کنند و فاصله‌ای از آنان ندارد. این چیزی است که به شما وعده داده می شود و برای کسانی است که به سوی خدا باز می گردند و پیمانها و احکام او را حفظ می کنند. آن کس که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبی پر انابه در محضر او حاضر شود، به آنان گفته می شود به سلامت وارد بهشت شوید. امروز روز جاودانگی است. هرچه بخواهند در آنجا برای آنها هست و نزد ما نعمتهای بیشتری است که به فکر هیچ کس نمی رسد. چه بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاک کردیم، اقوامی که از آنان قوی تر بودند و شهرها و کشورها را گشودند. آیا راه فراری از عذاب الهی وجود دارد؟ در این تذکری است برای آن کس که عقل دارد یا گوش دل فرا دهد در حالی که حاضر باشد. ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست
در 6 روز آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی به ما نرسید. چگونه زنده کردن مردگان برای ما مشکل است؟ در برابر آنچه آنها میگویند شکیبا باش و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور و در بخشی از شب او را تسبیح کن و بعد از سجده ها و گوش فراده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا می دهد. روزی که همگان صیحه رستاخیز را به حق می شنوند. آن روز روز خروج از قبر هاست. ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و بازگشت تنها به سوی ماست. روزی که زمین به سرعت از روی آنها شکافته می شود و از قبرها خارج می گردند و این جمع کردن برای ما آسان است. ما به آنچه آنها میگویند آگاه تریم و تو مأمور به اجبار آنها به ایمان نیستی. پس به وسیله قرآن کسانی را که از عذاب من میترسند متذکر ساز. وظیفه تو همین است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.